گربه‌ها با این حال حیوانات الهی نیستند، اما هستند مشخصات که می‌تواند آنها را در آن دسته قرار دهد، مانند خورخور کردن یا حس شنوایی حاد آنها. آنها ممکن است به عنوان یک سیستم هشدار اولیه، به عنوان نگهبان برای کاهنان معبد یا برای کارگران در مزرعه که باید با عقرب‌ها و مارها مبارزه کنند عمل کنند. این سوال پیش می آید که اگر گربه‌ها الهی هستند، آیا گربه‌های هیولا نیز الهی هستند؟ گمان می کنم که اگر هیولاها را ماورایی در نظر بگیرید، در این صورت موردی برای الهی دارید. اما بعید است که اکثر مردم به جز یک شیطان پرست هیولاها را با استفاده از این اصطلاح توصیف کنند. در بررسی ادعای بسیاری وجود دارد که حیوانات خاص مرتبط با فرهنگ‌های مختلف را پرستش می‌کردند. اما پرستش حیوانات نادر است و هویت با ویژگی‌های حیوانی که این نویسندگان به آن اشاره می‌کنند، به نظر من هیچ چیز الهی و معنوی در پرستش خدایی که به بندگی او رسیده‌ای، یهوه، خدای پدر یا الله، وجود ندارد. شناسایی با حیوانات مختلف چیزی است که ماهیت معنوی ما را آشکار می‌کند. جان آراش با کاوش در ماهیت معنوی گربه‌ها به شیفتگی و ترس بشر از